مصداق مقاومت در ایران وجود داره. حالا حرف من به طور خلاصه اینه، من فقط همین یه جمله رو میخوام عرض کنم که امروز ما فراتر از درگیری‌های نظامی که وجود داشت دیدید و همینطوره مرتب احتمالش هم میدن، بعضی هم عمدن در این کانون میدمن برای اینکه مردم رو دل به شک نگه دارن، دلهوره ایجاد کنن که موفق هم نمیشن انشاءالله. ما فراتر از درگیری های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع. ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این ملک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان نداره. فهمید که اگر بخواد تصرفی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط. ما البته ایستادیم در مقابلشون محکم، اما خطر اینه، خط اینه، دشمن هدفش اینه امروز. و هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است. هدفش اینه که به تدریج